بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگه به تمام خواهران عزیز، امروز در درس عقیده درباره از هشتمین امام شیعه که در نزد اهل سنت و جماعت هم امام هستند و سبحان الله امام ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا امام علی رضا گفته شروع میکنن، یعنی این خود امام است، امام سید است از فرزندان حسن و حسین، یعنی چون اینها در پدر و مادرشان بعدا رفته از دو نبیره پیامبر پیوست می شود. و ما صحبت میکنن درباره علی رضا که فرزند موسی کاظم هستند. خواهران عزیز، در درس گذشته درباره موسی کاظم صحبت کرده بوده، درباره زندگی تلخ این امام. فرزندشان از پدرشان کمتر نبود، مصیبتی که در دنیا کشیده بودند. و عجیبش این است که بعد از موسی کاظم، خواهران عزیز، این 3-4 نفر بقیه رو میبینید که عمرشون کوتاه کوتاه شده رفتن میگیرد، برای آنکه در 49 سالگی علی رضا میمیرند. علی رضایی که امروز دربارهشان میخوانیم اساساً به پدر بزرگ میشوند، تقریبا در 7 سالگیشان یا 9 سالگیشان در بعضی روایت ها پدرشان میمیرند. و چه خیلی گفتیم اکثریت روایت ها این است که پدرشان از زهر در زندان میمیرند و پسرشان علی رضا هم دور از وطن در شهر مشهد امروزه ایران میمیرند. بعضی از علما میگویند آن هم به سبب زهری که از طرف عباسیان، یعنی حکومت آن زمان داده شده بود میگویند. بعضی میگن نه، علی رضا با خلیفه آن زمان مأمون پسر هارون الرشید خیلی معامله خوب داشت و حتی مأمون اعلان کرده بود که پس از خودم من کسی را به خلافت بهتر از علی نمیدانم، برای همین علی پسر موسی بعد از من خلیفه شود. گویان حتی میگن اعلان کرده بود، ولی چون این گپ فقط گپ یک خلیفه بود، بقیه تمام خیش و تبارش بر این ضد میبرایند و اینقدر از پی علی رضا تعقیب و اذیت، یا گفتیم اینقدر به علی رضا بالای سرشان مشکلی می آید که از این شهر به آن شهر، از این شهر به آن شهر گریزان آخران در مشهد امروزه ایران که حتی ایرانی ها الله هدایتشان کند شیعه ها آنجا را حرم میگویند، یعنی به زیارتش حتی هزارها هزار نفر هر ساله میروند، در مشهد میمیرند و در آنجا گرانیده میشوند. یعنی قبر علی رضا، این فرزند موسی کاظم که از پیامبر زاده هستند، در مشهد امروزه ایران می باشد. درباره‌شان گفته شده است حتی تمام اهل سنت و جماعت اتفاق هستند که علی رضا بجز این که عالم بود، شخص سخاوتمند بود، شخص تقوادار بود، اصلا از پی دنیا نبود. این را تمام معاصرانشان، یعنی آنهایی که همراه علی رضا زندگی کرده است گفته است. خیلی گفتم در مدینه تولد می شوند و خودی خلیفه آن زمان مأمون میگوید به نزد ما به خراسان آ، چون سلطنت یا گفتیم مکان حکمرانی مأمون در خراسان بود. خراسان که از وطن ما و شما هم می شود تاجیکستان، آن زمان با نام تاجیکستان نبود و از همین کشورهای فارس بود. سپس به آنجا می روند و چه خیلی گفتم از دوستداری زیاد خلیفه می گوید پس از خودم من می خواهم که علی رضا جاینشینی من شود، خلیفه شود که به این تمامی خش و تبارش زید میبرایند و بعد از خودش اصلا به این اهل بیت فرصت نمی رسد و برعکس برادرش خلافت را میگیرد و در زمان خلافتش علی از دست اینکه دوچار مشکلی با خیش و تبار خلیفه نشوند از این شهر به آن شهر، از این شهر به آن شهر، آخران به مشهد که چه خیلی گفته مشهد امروز در ایران یک مکان شرکی مشهور است که اونجا میرن توسل میگیرن، اونجا میرن قبر را قپیده و به خود مالیده و حتی پنجره های آن قبر را قپیده می استند که عموما علی رضا هم از این گونه شرک ها بیزار است و پیامبر و اهل بیت پیامبر هم. و
خیلی گفتم دو روایت هست درباره مرگشان. یکی اینکه با زهر از طرف حکومتداران کشته میشوند، یکی اینکه نه با بیماری خود در 49 سالگی. و عجیبش این است که میگویند خلیفه مأمون همون زمانی که علی رضا وفات میکند خودش در جنازه اشتراک میکند و خودش خیلی غم و اندوه خود را به این نشان میدهد، یا گفتیم غمگینی خود را به همه اعلان میکند که به مرگ این پیامبرزاده چقدر غمگین است. ولی برعکس پدر خود علی رضا زندانی نمیشوند، در آزادی میمیرند. اما چه آزادی که خیلی از شهر به شهر رو، حتی در بعضی از کتاب ها گفته شده است که علی رضا یکی از لقب هایشان غریب الغربا هست، یعنی غریب بچه که یا پیامبرزاده که غریب در شهر غریبی دور از وطن خود، دور از خویش و تبار خود، که مکانی این پیامبرزاده مدینه هست باید در مدینه باشد، نه در مشهد، در جایی که دور از عرب و دور از خویش و تبار خود در یک سرزمین فارس میمیرند. و گفتیم یکی از لقبهایشان غریب الغربا می باشد. و از اینکه همگی 49 سال زندگی کردن، همون گونه که درباره پدر و بابایشان، مثلا درباره موسی کاظم و جعفر صادق خیلی قول ها و خیلی کتاب ها هست دربارهشان، کمتر است اگرچه در مذهب شیعه ها دربارهشان گفته می شود. میگویند یکی از دعاهایشان همیشه این بود که میگفتند پروردگارا همان گونه که ظاهر من اصلاح است، یعنی در ظاهر من همه خوبی میبینند، پروردگارا قلب مرا هم مثل ظاهر من کن، مثل ظاهر من کن که همان گونه، یعنی هم از جهت بیرونی هم از جهت درونی، هم از سیرت و هم از صورت من اصلاح شده باشم. یعنی خیلی به پروردگار درباره اصلاح خود، درباره اینکه الله گناهایشان را ببخشد دعا میکردن. این درباره علی رضا بود. علی رضا که چی گفتیم، نام علی پسری موسی می باشند، یعنی موسی کاظم را پسرشان می باشد. از اینکه 49 ساله می میرند، فرزندکشان محمد جواد هست. یعنی درباره محمد جواد فرزندشان هم اگر گفته گذاریم خیلی زندگی کوتاه داشتند و تقریبا تمام روایت ها بر آن است که محمد جواد ایشان سبحان الله نویومین از امامان شیعه می باشند، یعنی از همون 12 نفره که گفته می آیم 8مین اگر پدرشان علی رضا باشد، محمد جواد 9مین نشان می باشند. و چی جایی سبحان الله هم از یک جهت غم است، هم از یک جهت یک ننگ است که در 25 سالگی این پیامبرزاده از دنیا رفتند و دربارهشان تقریبا در کتاب‌های مشهور تاریخ خیلی و خیلی کم معلومات آمده است. یعنی من خودم تا یگان 5-6-7 کتاب‌های مشهوره که درباره ترجمه حالی به گفته خودم منتاجیکا علما صحبت میکند یا بزرگان صحبت میکند دست زدم و دربارشون خیلی کم معلومات پیدا کردم که جعفر ببخشید لقبشون که ابو جعفر است، محمد ابن علی جواد یا محمد جواد معنای جواد سخاوتمند است. میگن از اینکه در آن زمان چه خیلی گفتیم خلیفه آن زمان یعنی پسر هارون الرشید مأمون هم به پدرشان هم به ایشان خیلی مهربان بود. از این میگه تا 3000 تنگه طلا را همه ساله به دستشان میفرستاد و حتی دختری خود را با همین علی جواد خاندار کرده بود. یعنی علی جواد یگانه نفر از اهل بیت پیامبر می باشند یا از همین 12 امامه می باشند که با دختر خلیفه ازدواج کرده بودند و خود خلیفه دخترش را خواستگار شوان داده بود که من میخواهم دختری من یا گفتیم داماد من از اهل بیت پیامبر باشد، علل خصوص از فرزندان حضرت حسن و حسین باشد. یعنی اینجا درباره محمد ببخشید علی گفته استادم محمد جواد که فرزند علی رضا می باشد، محمد جواد
در تمام کتاب ها گفته شده است که بیچاره در 25 سالگی میمیرند، یعنی در عین جوانی در 25 سالگی میمیرند. و در نزد شیعه ها هم از خردسالترین امام هایی هستند که وقتی که پدرشان میمیرند و شاید یا 9 ساله یا 7 ساله بودن، یک باره محمد جواد رو گویا که همچون امام قبول کرده می شود. ولی ما میدانیم که این نمود سلسله یا از این به این از این به این امامی کوچیده رفتن در ما اهل سنت و جماعت نیست و درباره چگونه امام شدن حضرت عمر و ابوبکر و علی و عثمان و اینها صحبت کرده بوده. و محمد جواد از سخاوت زیاد خود که به همه دست خیرشون میرسید و کسی از نزد ایشان با دست خالی بر نمیگشت، مشهور هستند با جواد. و یگان عالم اهل سنت و جماعت درباره محمد جواد چیزی بدی نگفته است. همه اتفاق هستند که این شخصی که در عین گفتیم جوانی در 25 سالگی از دنیا رفت و خودی خلیفه اون زمان میگوید من میخواهم همین محمد جواد پسر علی رضا از مدینه بیاید نزد من، چون در مدینه بودن. میگوید من میخواهم بیاید نزد من و به بغداد جیغ زده می شود یا گفتیم دعوت کرده می شود و دختر خود را می دهد. و محمد جواد بعد از ازدواج با دختر خلیفه مدت زندگی می کنند. و اینجا هم بعضی ها می گویند باز از طرفی خیش و تبار مأمون که بعد از مرگ مأمون یک باره داماد مأمون بودند، محمد جواد هم می میرن. یعنی وقتی به سر خلافت معتصم برادر مأمون یکی از سیوم فرزند هارون الرشید می آید، اطرافیان می گویند دیگر مردم که این اهل بیت خیلی صاحب آبرو و صاحب مکانتی خوب بودن، می گویند این را، یعنی بعضی از دشمنان یا گفتیم بعضی از عاشقان کرسی میگویند باید از بین گرفته شود محمد جواد که یکی مردم شورش نکنند که به خلافت آید. و عجیبش این است که شمس الدین ذهبی هم یا گفتیم محمد ابن طلحه شافعی یکی از علمای مشهور ما، همشان وقتی شروع درباره همین محمد جواد صحبت میکنند که کوتاه در کتابهایشان گفته شده است از شریف گفته صحبت میکنن، یعنی یک انسانی شریف که در زمان خود چه گفتم هم با تقوا، هم با عبادت های خود، هم با علم خود، هم با اساساً جوادی خود، یعنی سخاوت خود که کسی مانند محمد در زمانش سخاوتمند نبود، مشهور بود. و این نویومین امام شیعه ها و امام اهل سنت و جماعت که در 25 سالگی میمیرند، چه خیلی گفتم دربارهشان خیلی معلومات کم است و قبرشان در نزد بابایشان موسی کاظم در بغداد است و در 25 سالگی به آنجا گرانیده می شود. و حتی میگویند معتصم یعنی خلیفه خودش هم در زمان گرانیدن محمد جواد آنجا بود و در جنازه اشتراک می کند. این درباره دو نفر دیگر، یکی درباره علی رضا و دیگر درباره فرزندشان محمد جواد بود که هشتمین و نویمین از امامان مذهب شیعه و عادی در نزد ما از پیامبرزاده یا گفتیم از نبیره های حضرت حسن و حسین هستند که در نزد ما هم زیبنده امامی و امام هستند، اما نه آن امامی که شیعه ها میگویند اینها معصومند، هیچ گناه ندارند، توسل به اینها جایز است و اینها مانند پیامبرها هستند، یگان گناه از اینها صادر شده است. نه، اینها انسان بودند، از اینها گناه سر میزد، اما انسان های عادی نبودند. اینها هم مثل دیگر امامان یا علمای اهل سنت و جماعت با علم خود خیلی در زندگیشان دیدید با سخاوت خود، با بزرگی خود مشهور بودند. درباره هشتم و نهم امامی شیعه ها و گفتیم این دو بزرگه که در نزد اهل سنت و جماعت هم هیچ عیبی ندارند و همه اتفاق هستند که از در زمان خود زیبنده امامت بودند گفته گذاشتیم. دهم، یازدهم و دوازدهم که آنها هم دیگر خیلی درباره‌شان معلومات کم است. الله نصیب کند و صحت و سلامت باشیم، هفته دیگر باز میخوانیم.